سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز. نوروزی هستم، مدرس گریم و مکاپ در گروه آموزشی تخصصی مثلث طلایی. در خدمت شما عزیزان هستم با یک آیتم آموزشی مکاپ دیگه. زیرسازی کارم رو شروع میکنم. ابتدا از سایه چشم شروع میکنم. کانسیلری که دور چشم استفاده میکنم همونطور که تو آیتم‌های قبلی بهتون توضیح دادم باید توناژ نارنجی داشته باشه. اگر تیرگی چشتون زیاد بود نارنجیتون به مقدار بیشتری استفاده کنید، ولی اگر تیرگی نداشت و یا گودی داشت میتونید از کانسیلرهای رنگ روشن استفاده کنید که گودی رو بگیرید. ابروها رو با یه سایه ابرو فرم دادم و با کانسیلر اطراف ابرو رو صاف میکنم. همزمان دو چشم و دو طرف صورت رو کار میکنیم. حجم موادتون باید اطراف چشم کم بشه، نباید به مقدار زیاد باشه چون ایجاد چروک میکنه. با یه پد مواد پشت پلک رو هم حجمش رو کم میکنم هم یک دست ترش میکنم. به هیچ عنوان مواد نباید اطراف چشم لای خطوط چشم تجمع پیدا کنه. بعد از اینکه حجم مواد رو کم کردین از یک سایه پودری فشرده میتونید روی زیرسازتون، روی کانسیلرتون استفاده کنید. من یه رنگ قهوه‌ای رو انتخاب میکنم. به صورت پرسی گوشه چشم قرار میدم. با توجه به مدل سایه‌تون اگر میخواین سایه چشمتون کشیده بشه و چشمتون فرم کشیده پیدا کنه باید به حالت مثلث تیرگی رو گوشه چشم فرم بدین. ولی اگه خواستین خیلی بیرون نره یا خیلی تیرگی دیده نشه یا رشی میخواین که کاملا حجم موادتون کمه و دیده نمیشه میتونید همین گوشه رو به حالت یه مربع کوچیک تیره کنید و بعد فیدش کنید.
همزمان هم سایه رو به صورت پرسی گذاشتم، هم دارم اطراف کار رو فید میکنم. قلمتون وقتی که حجم موادش کم شد اطراف کار رو فید کنید. پالت سایه‌ای که دارم استفاده میکنم پالت 12 رنگ برند مثلث طلایی. رنگ ها کاملا ماتن. رنگ های براق هم داریم که روش براق کردنش رو توی آیتممون آموزش میدیم. چند بار سایه رو تکرار میکنم، چون برخلاف روش‌های دیگه که کار کردیم ما تو روش‌های قبلی می اومدیم کانسیلر رو میزدیم، حجم مواد رو کم میکردیم، بعد از یه کامپکت یا یه پنکیک برای فیکس کردن زیرسازمون استفاده میکردیم. چون زیرساز کاملا خشک میشد، وقتی میخواستیم سایه‌مون رو کار کنیم نیاز به یه بیس چرب یا یه آکوا داشتیم. آکوا یا بیسمون رو فید میکردیم و بعد روی اون سایه فشرده‌مون رو قرار میدادیم یا سایه پودریمون رو. ولی الان چون کامپکت استفاده نکردیم و زمینه کار ما چرب هست، میتونیم به تنهایی از سایه به صورت فشرده استفاده کنیم. کاملا اطراف رنگ رو فید میکنم. تا این مرحله چشم راست رو هم کار میکنم. سه بار تکرار حتما لازمه برای اینکه چربی کانسیلرتون گرفته شه. اگر خواستین آرایشتون لایت تر باشه میتونید از رنگ‌های قهوه‌ای روشن‌تر استفاده کنید و یا رنگ‌های گلبهی برای آرایش‌های لایت استفاده میشه. اطراف رنگ رو فید میکنم. اگر دوست داشتین تونالیته سایه‌تون بیشتر بشه میتونید قسمت انتهایی پلک یا گوشه خارجی چشم مقدار خیلی کمی از رنگ تیره تر استفاده کنید، مثل مشکی، مثل قهوه‌ای سوخته، که تونالیته کارتون رو بیشتر میکنه، کنتراست میده به کارتون. بعد از اینکه کاملا رنگ رو فید کردم،
میتونم زیر ابرو رو روشن‌تر کنم و قسمت داخلی چشم رو. توی این مرحله میتونید از یک فون روشن‌تر یا کانسیلر روشن‌تر برای داخل چشم و زیر ابرو استفاده کنید. حتی میتونید در رنگ سفید استفاده کنید. یه مقدار زیر ابرو رو با کانسیلر روشن‌تر میکنم و بعد با یه کامپکت روشن و یا سایه سفید، سایه کاملا روشن، اون قسمت رو فیکس میکنم. از یک کامپکت روشن و یا با توجه به سایه‌تون توناژ رنگیشو میتونید انتخاب کنید. با توجه به رنگی که میخواین سایه‌تون رو کار کنید، یک کامپکت انتخاب میکنید که به تونالیته رنگتون بیاد. من از پنکیک شماره 2 یا کامپکت شماره 2 از محصولات مثلث تله‌ای استفاده کردم. برای زیر ابرو میتونید از رنگ براق استفاده کنید و یا مات. از یه سایه پودری براق استفاده میکنم. یه مقدار هم داخل چشم روی کامپکت هم میزنم.
همونطور که دیدین با تکرار و تمدید سایه و استفاده از کامپکت و سایه پودری کاملا چربی زیرسازمون رو گرفتیم. چربی کانسیلرمون به هیچ عنوان نباید بمونه چون باعث میشه که آرایشتون به هم بریزه. کاملا کار رو باید چربیش گرفته شه و فیکس شه. دوباره سایه قهوه‌ای رو تکرار کردم، فید میکنم. از خط چشم ژله‌ای برای کشیدن خط چشمم استفاده میکنم که کاملا ضد آبه. همونطور که میدونید خط چشم ژله‌ای اگر سریعا فید شه فید میشه، ولی اگر خشک شه کاملا ضد آبه و دیگه نمیتونید فیدش کنید. من یه مقدار رنگ ژله‌ای مشکی رو فید میکنم داخل سایه قهوه‌ای. همزمان هم میذارم رنگ رو هم فید میکنم. از سایه مشکی برای گوشه چشم استفاده میکنم روی رنگ ژله‌ای.
اطراف رنگ مشکی قهوه‌ای رو تکرار میکنم. از پالت پنستیک مثلث طلایی یه رنگ رو انتخاب میکنم برای زمینه صورتش. به صورت دورانی فون رو روی صورت قرار بدیم. فرق نمیکنه فون شما پنستیک باشه، لیکوید باشه یا فون‌های خشک، حتما باید به صورت دورانی روی صورت قرار بگیره. بعد از اینکه پنستیک یا فون چربتون رو روی صورتتون به صورت دورانی قرار دادین، حتما حواستون باشه که مقدار کمی استفاده کنید، چون ما باز هم روی صورت میخوایم کار کنیم و باز هم فون روی صورت میاد. اگر حجم مواد زیاد باشه حتما ایجاد چروک میکنه. مقدار خیلی کم از کرم پودر میتونم روی پنستیکم استفاده کنم. میتونید برای زیر چشم از یک کرم پودر روشن‌تر استفاده کنید.
از رنگ قهوه‌ای پالت پنستیکم میتونم استفاده کنم برای ایجاد سایه های صورت. باز هم به مقدار کم. تیرگی گونه رو ایجاد میکنم. اگر خواستین صورتتون استخونی بشه میتونید خط گونه‌تون رو به صورت مورب کار کنید. و برای گرفتن حجم صورت قسمت بالای خط گونه نزدیک رستنگاه مو باید تیره بشه و به جلو فچ. خط گونه رو از رنگ قهوه‌ای استفاده کردیم. قسمت زیر چشم و روی گونه رنگ روشن. روی چونمون یه مقدار رنگ روشن استفاده می‌کنیم. قسمت بالای لب، نوک بینی، خط خندمون هم میتونیم از رنگ روشن استفاده کنیم برای اینکه برجسته بشه. این رنگ روشنتون رو میتونید از شماره 1 پالت پنستیکتون استفاده کنید. میتونید از کرم پودر روشن استفاده کنید. کرم های لیکویدی که در رنگ های روشن هستن. روی پیشونی رو هم بالای ابرو به صورت نیم دایره روشنی کار کردیم. با پد حجم مواد رو کم میکنم و بعد از فیکساتور استفاده میکنم. بعد از اینکه کاملا مواد رو کم کردم از پودر فیکس روی صورت استفاده میکنم. برای فیکس کردن صورت شما میتونید از پودر فیکس و یا کامپکت استفاده کنید. اگر صورتتون ایرادی نداشت، چروک نداشت، میتونید از کامپکت استفاده کنید. ولی صورتایی که دارای چروک هستند و پوستای خشک خیلی نمیتونید از کامپکت استفاده کنید، چون کامپکت حجم مواد رو زیاد میکنه و ترک‌های پوستی رو بیشتر میکنه. میتونید از پودر فیکس استفاده کنید. پودر فیکستون هم با توجه به آرایشتون میتونه رنگ روشن باشه، میتونه بی رنگ باشه و یا رنگ‌های نچرال. پودر فیکس رو به صورت پرسی اول رو نواحی روشن میذارم.
نواحی تیره رو میتونید با کامپکت تیره یا پودر فیکس تیره فیکس کنید و یا وقتی که پودر اضافه رو دارید با قلمتون میزنید کنار، این پودر روی قسمت های تیره هم میشینه، نیازی به حتما فیکس کردن نواحی تیره نیست. ولی برای کم رنگ شدنش چرا میتونید از پودر فیکس روشن روی خطوط تیرتون استفاده کنید. سایه زیر چشم رو ادامه میدم. گوشه چشم رو تیره میکنم، از وسط چشم تا جلوی چشم رو یه خط ایجاد کردم با فاصله. همونطور که دیدید زیر چشم رو زیاد فیکس نزدم تا سایه من بتونه رو پوستم بشینه و رنگ بگیره. این کار رو با یه قلم سرتخت شماره 6 میتونید انجام بدید. بعد از اینکه فرم خط چشم زیر رو ایجاد کردم، شروع میکنم به فید کردن لبه های پایین که از حالت خط در بیاد. قسمت داخلی خط رو حتما باید فیکس کنین. از یه سایه سفید یا پودر فیکس و یا سایه براق با توجه به خود کاری که میخواین انجام بدید و سلیقه مشتریتون میتونید انتخاب کنید و چربی این قسمت رو فیکس کنید. من با پودر فیکس هم این کارو کردم و دوباره سایه قهوه‌ای رو تکرار میکنم.
میتونید داخل چشم رو از رنگ سفید استفاده کنید یا اگر چشمای درشتی داشتید میتونید از رنگ مشکی و یا رنگ‌های تیره داخل چشم استفاده کنید. خب عزیزان، کار ما به پایان رسید. امیدوارم از این کار هم استفاده کرده باشین. به امید دیدار شما در کلاس‌های آموزشی تخصصی مثلث طلایی. خدا نگهدار.